اینجا استانبول، اینجا آنکارا، ازمیر، ترابوزان، مالاتیا و شهرهای دیگر ترکیه. دیروز و دیشب هم تجمعات اعتراضی به بازداشت شهردار برکنار شده استانبول که حالا نامزد حزب جمهوری خلق ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری هم هست برگزار شد. رئیس جمهور ترکیه شب گذشته درباره پیامدهای فراخوان‌های خیابانی حزب جمهوری خلق هشدار داد. به بهانه حق طلبی و با اقداماتی که مغایر دموکراسی و قانون است، مردم را به خیابان‌ها کشاندند. اما سیاست‌های تحریک‌آمیز حزب جمهوری‌خواه با هوشیاری مردم و خونسردی پلیس خنثی شد. علیرغم اینها امروز در 10مین روز بازداشت اکرم ایماموغلو با دعوت حزب جمهوری خلق در منطقه مالتپه استانبول تجمع مردمی برگزار شد. به خاطر آزادی اکرم اماموغلو و ایستادن در مقابل بی‌عدالتی اینجا گرد هم اومدیم. اماموغلو به ناحق زندانی شده و باید هر چه زودتر آزاد شود. ما برای برقراری عدالت تو کشورمون اینجا جمع شدیم و میدونیم که پیروز میشیم. رهبر حزب جمهوری خلق در این تجمع خواستار آزادی شهردار برکنار شده استانبول و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شد. صدها هزار نفر از گوشه و کنار ترکیه امروز اینجا آمدند تا بگویند رئیس جمهور آینده ترکیه را آزاد کنید. بنابر اعلام وزارت کشور ترکیه تعداد بازداشت شده های تظاهرات اخیر به مرز 2000 نفر رسیده.